لعن الله الواشمة والمستوشمة الواصلة والمستوصلة النامصة والمتنمصة. ابن مسعود زمانی که ایرا بیان کرد که لعن الله الواشمة والمستوشمة الواصلة والمستوصلة النامصة والمتنمصة، گفت رسول الله لعنت کرده است به کسی که داغ میکوبد یا طلب میکنه کسی را که در وجود ما داغ بزن. یکم طرفی در دنیا و هر جای خود داغ زده گیستن، داغکاری کرده گیستن، رنگ های مختلف در وجود خودم پیدا میکنن. یا این که واشمه و مستوشمه به خود میگه موی جداگانه در موی ما یک موی دیگر را بسته کن، طلب میکنه یا خودش دیگر کس جور میکنه. نامسه کسی که ابروی خود میگیره، متنمسه دیگران میگه ابروی مرا بگی، زنها خانم ها. لعنت الله به بالای زینا. یک خانم گفت که ای ام ابن مکتوم یا ای عبدالله، من قرآن خواندم میره پیدا نکردم کسی ابرو را بگیره و ملعون باشه، لعنت شده باشه. عبدالله ابن مسعود برش گفت اگر تو قرآن صحیح میخواندی پیدا میکردی. گفت چی هست؟ گفت که این آیت نخواندی که و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه پیامبر براتان میته و او عمل کنین و از آنچه که منع میکند. در اینجا رسول الله منع کرده که ملعون است کسی که خانم هایی که ابروی خدا نمیگیرن و میچینن و ببینی چه عذاب مصیبت سر خود میارن، فکر میکنن که زیبایی است. اگر این زیبایی نیست، این زیبایی از به نزد کافرها و غربیا و بیدینا است. مسلمان همو ابروی خودش به صورت طبیعی باشه و نمو زیباییش است. گفت نه اگر توی را میخواندی پس رسول الله که منع کرد و ما را پیامبر منع کرده و این حدیث است. بعد از اون گفت و ما فکرم نشده بود، یعنی این گفت در قرآن است. یعنی سعی کنین که حدیث گفت که شرح قرآن است و این موضوع را که پیامبر بیان کرده اصلش در قرآن است، گویا که در قرآنی بیان شده است. و دیگه آیاتی است که بسیار صریح در سوره نساء که اطاعت پیامبر واجب کرده و بالای ما و شما و حجیت دلیل بودنش، که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم است بر ربت ای پیامبر، لا یؤمنون که مردم ایمان نداره، ایمانش تایی نیست تا که حتی یحکموک، تا اینکه تو را حکم قرار نده، تا که فیصله تو را دستور تو را عملی نکنه و با آنچه که عمل کردی او را سرمشق زندگی خود قرار نده. فیما شجر بینهم، در او اختلافاتی که در بینشان واقع میشه، تا که تو را حکمیت قبول نکنن ایمان نداره. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز پیدا نکنن در قلب خودان تنگی و خفگی از آنچه که تو فیصله میکنی. کدام چیزی که تو فیصله میکنی اینا در قلبشان اگر یک چیز پیدا شود خفگی، بازم ایمان نداره، بگوی این فیصله عادلانه نیست. و یسلموا تسلیما، تا اینکه کامل منقاد نشن به فیصله و هدایت تو، ایمان نداره. دیگه این آیت قرآن حتی یحکموک چی معنی؟ حکمیت پیامبر، سنت پیامبر صلی الله علیه و طریقه پیامبر صلی الله علیه و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و کسی قبول نکنه ایمان نداره. فلا و ربک لا یؤمنون.